بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: فاطمه بضعة منی من آذاها فقد آذانی. پیامبر ما در آغاز دعوت و رسالت خویش فرموده است در حدیثی مشهور که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، برانگیخته شدم و مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را در میان آدمیان تمام کنم و به کمال برسانم. کریم شخصی است که همه صفات حمیده و خصال انسانی در او جمع بوده باشد و کرامت داشتن یعنی همه آنچه که خوبان دارند را دارا بودند از صفات حسنه و کمال. یکی از صفات حسنه و خصال حمیده جود و بخشش است. کریمان جود و بخشش نیز دارند و کریم بخیل نیست. کریم دست دهنده دارد و اهل بذل و بخشندگی و موهبت است. کریم به مانند ابر میماند، ابر بهاری که بر سر همگان بذل دارد و فرو میریزد. و این چنین بوده است که پیامبر عادتش احسان بوده است و سجیتش کرم. کسانی خدمت پیغمبر می رسیدند حوایج مالی و مادی داشتند. اگر داشتند موهبت می فرمودند، اگر نداشتند وعده می دادند که برسد می دهیم و خود هم می فرمودند که ما وقتی وعده می دهیم خود رو مدیون می دانیم و به هر حال پرداخت می کردند. هیچ کس از در خانه پیامبر محروم بر نمی گشت و مطرود نمی شد و حاجت همگان می داد و به جود و کرم و سخاوت مشهور بود پیامبر مکرم ما و نمی خورد و می خوراند. این صفت بسیار بسیار کریمانه است که شخصی نخورد و بخوراند و لئیم کسی است که نه می خورد و نه میخوراند. همین صفت در فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز جلوه‌گر است و نمایان است. فاطمه زهرا خود از خود ستایشی نکرده و خود ستایی نفرموده است بر اثر خضوع و خشوعی که داشتند، اما قرآن فاطمه صدیقه را ستوده است و آیات مبارکه سوره هل اتی نشانگر این ستایش خداوند و تمجید خداوند از کرم و بذل و جود و احسان و انفاق فاطمه زهرا و شویش و دو فرزندان پاکش هست. همین که فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. فاطمه زهرایی که 3 روز با شوهر و 2 پسر خیش روزه گرفتند و هر روز به هنگام افطار روزی فقیری آمد و روزی یتیمی آمد و روزی اسیری آمد، خود با اینکه روزه بودند و 2 نوباوه او نقاهت مریضی هم داشتند، همون گردنان ساده‌ای که پخته بودند رو نخوردند و روز اول به یتیم دادند و روز دوم به فقیر دادند و روز سوم به اسیر دادند. اسیری که حتی مسلمان نبود در مدینه، چون کسی که در مدینه اسیر پیامبر است و اسیر مسلمین است که مسلمان نبوده. پس روز سوم کافر به در خانه فاطمه زهرا آمده و فاطمه زهرا خود گرسنه مانده و همچنین فرزندانش را گرسنه گذاشته و گردنان خیش را به اسیر نامسلمان داده است به انفاق و خدا اونها را ستوده است که بنا به محبت خداوند و یطعمون الطعام علی حبه لحب الله، جهت محض رضای خداوند، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. ما برای خدا چنین اطعامی کردیم، نه برای اینکه مردمان ما رو بستایند که ما انسان دوستیم، نه برای ریا، نه برای سمعه. و حتی از اون کسی که بهش انفاق کردیم و موهبت کردیم و اطعام کردیم حتی اراده نکردیم، در دل خطور نکرده در دل ما که او حتی از ما تشکری بکند. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. و
و این فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که از بس که کرم دارد و جود و احسان، در شب عروسی خویش همه شنیده اید که وقتی به خانه شوهر میرفت برای شب آغاز زندگانی، نخستین شب آغاز زندگانی، در میانه راه یک زن مستمندی به حضرت بیبی رسید و ازشون تقاضای عنایتی کرد و اینکه لباسی ندارم و برگشتن به منزل پدر و همون لباس نو عروسی خیش را به اون زنی که درخواست کمک کرده بود بخشیدند. و خدمتیشون عرض شد که خب حالا همون پیراهن کهنه قدیمیتون رو میدادید، نه پیراهن نو شب عروسی. و این چنین آیات خداوند را متذکر شدند حضرت صدیقه که شما به حقیقت بر نمی رسید مگر اینکه آنچه را که دوست می دارید انفاق کنید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. و همین مادر است که کریم آل طه امام مجتبی سلام الله علیه را در دامن می پروراند. از دامن این مادر است که حسین ابن علی سلام الله علیه سید الشهدا با اون همه سخاوت و کرم و جود و بخشش و احسان به وجود می آید و کل ائمه اهل بیت که فاطمه زهرا ام الائمه النجباست، از دامن این مادر است که زین العابدینی به وجود می آید که در وصف او ستودن ما قال لا قط الا فی تشهده لولا التشهد لکان لاؤه نعمو. به هیچ کس هیچگاه نگفته است که اگر تشهد نمی بود گویا لا بر زبان او هیچگاه جاری نمی شد. همین است که در زیارت جامعه کبیره می خوانیم عادتکم الاحسان و سجیتکم کرم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله.